و نهایت ششلیکی امروزی ما آماده شد. صبح قطارکوه‌های ترکستان. برآمدن آفتاب خیلی زیباست. پس از این کوه‌های پست و بلند جمهوری همسایه ازبکستان هست. به همه شما هموطنان توصیه می‌دهم از باد و هوای تازه وطن استفاده کنید. از منظره‌های زیبای او استفاده نمایید. یعنی به طبیعت زیان نرسانید. قانون و قاعده سیاحی را رعایت کنید. زیرا هر یک گل و گیاهای وطن برای ما عزیز است. شکر باید کرد. زیرا امروز در دولت‌های ابرقدرت میلیاردها دلار و یورو داشته باشد هم لیکن آرامی و آسودگی ندارد. من تاکسی بابوی چون آن این صبح شیف پاور گروه من لطیفوف خرسان مراد همراه خفتم احمد بو ششلیک آماده کرده ایستادند. من این ششلیکی زمانوی از زنبورق خارج هم میگن، در بعضی منطقه‌ها چنبوش هم میگن. و نهایت ششلیکی امروزی ما آماده شد. ببینید حتی ظرف هم از چوب است. 20 کیلومتر از محل اهالینشین بیرون با قانون و قاعده های عنعنه های ملی رعایت کرده ایستادیم. و همتون اشتهای تام.